آژانس دولتی آمار تاجیکستان در گزارش نو میزان بیکاری در کشور را حساب کرده گفته است که از میان 57,000 شخص رسما بیکار ثبت شده 61% جوان 18 تا 29 ساله بودند. این ارقام را متخصصان شرطی و ناچیز ارزیابی میکنند و میگویند شمار واقعی بیکاران که در قید دولتی نیستند به مراتب بیشتر است. محض همین چیز نزدیک 2 میلیون ساکن تاجیکستان را وادار میکند که در بازار کاری روسیه برای خود شغل جویا شوند. عین زمان آنهایی که ترک کشور کردن نمیتوانند مجبور میشوند با کارهای مختلف مشغول شوند، از جمله به مردی کار بازار روی آورند. همکاری ما گنجینه گنج که از این بازار دیدن کرد حالا در صحبت با ما است. گنجینه سلام، شما در مردیکار بازار دوشنبه بودید و آیا نفرانی را که در آنجا جای کار پیدا کردید چگونه دریافتید؟ هنگامی به محله گیپرزیم دوشنبه رفتیم، آنجا بیشتر از 100 نفر مردها که اکثرشان جوانان بودند کار می‌جستند. هر نفری که به آن مکان می‌گذرد و یا سوالی از آنها می‌کند حتما گردش حلقه می‌زنند و چی کار است گفته می‌پرسند. آنها انتظارند که کی آمده برایشان کار پیشنهاد می‌کند. طوری از صحبت به آنها معلوم گردید قریب از همه نواحی کشور در این محله کارجوها هستند. در میان آنها یگان نفر زن دیده نمی‌شد، اما ایده از آنها سوال می‌کردند که همین گونه جای برای زنها هست که خانم‌های خانه‌شان برآمده کار کنند، چون با کاری که آنها انجام می‌دهند پیش بردن روزگار خیلی سنگین است. از همه عجیب آن بود که نه همه آنها تحصیل نکردند یا به قول خودشان بیسوادند. در میان آنها نفرانی نیز بودند که ختم کرده دانشگاه تکنیکی، دانشگاه طبی، دانشگاه ملی، یعنی هم معلم بود، هم روزنامه‌نگار، هم طبیب و هم مهندس هم دیده میشد. و آیا این مردان آینده پرسپکتیو خود را چگونه ارزیابی میکنند؟ حال آنها خیلی محزون به نظر می رسد. آنها آینده خود را ناروشن می بینند و باور ندارند که روز فرا می رسد که به کار خود تامین می شوند. اکثر آنها می گفتند که صدها مراتب نماینده های حکومت آمده مشکلشان را نوشته رفتند، اما هیچ دیگرگونی به نظر نمی رسد. میان آنها نفرانی بودند که حتی 15 سال می شود در این مکان ایستاده با انجام کار سیاه روز خود را پیش می برند. گروه دیگری آنها نفرانی هستند که از روسیه دپورت شدند و دیگر باره امکانی به مهاجرت رفتن را ندارند. یگانه امیدشان محض مردیکار بازار محله گیپرزیم است. آن جوانانی که نو خانه‌دار شدند میگفتند اگر کار کردن نتوانند و یا به دام یگان نفر از قلاب افتن آنها را لازم میآید تا 3 یا 4 ماه بعد دوربینی نوعروسان خود نروند، مثل که مهاجران امکان ماهی در یک مرتبه دیدن عائله‌های خود را ندارند. تشکر. گنجینه گنج همکارم با ما از مردیکار بازار دوشنبه صحبت میکرد.